به رادیو آزادی و گاسپیتال دوشنبه مقامات بلند تشکر میکنم که بیماری مرا اثبات کردند. دوستمراد همراقل ساکن 22 ساله شهر استراوشن که به گفته والدانش با وجود بیماری به ارتش برده شده بود، بعد از یک گزارش رادیوی آزادی به خانه‌شان برگشته است. و قریب 2 ماه را در یک از قسم‌های نظامی در ناحیه دیوشتیش گذراند. میگوید در این مدت بیماریش اوج گرفت و سنجش پزشکان هم وضع ناخوب سلامتیش را تصدیق کرده است. در همین مقصد در صف بودم، روز به روز همین بیماری مقصد عذاب داد. خیلی گرفتن، گاسپیتال بردن، سنچس آورن، همونجا مقصد گشتگی بودم. پرده شام دارید است. و قریب 2 ماه را در یک از قسم‌های نظامی در ناحیه دیوشتیش گذراند. میگوید در این مدت بیماریش اوج گرفت و سنجش پزشکان هم وضع ناخوب سلامتیش را تصدیق کرده است. رادیو آزادی روز 7 ایول قضیه دوستمراد همراقل را در گزارش بازتاب داد. آن زمان پدر و مادرش گفته بودند که او برای معالجه به روسیه رفته هنگام بازگشت به ارتش برده شده است. از چلابیس سویلاس اوبلاست به وی آمدم تاجیکستان. مقصد کمی اپراسکا به سوم کمی کرد. ابرد نکم روان کرد مرا تاجیکستان. اگر نیستم نقاپیدم. در حجتی که به دست دوستمراد همراقل از قسم نظامی دادند نوشته شده است که بنابر وضع سلامتی پیش از مهلت از صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان به رخصت فرستاده می شود. به ادعای خانواده‌اش و از سال 2024 در رویخط بیماران بود و او را غیر قانونی به ارتش بردند. کوشش ما برای گرفتن نظر مسئولان در کمیسریت حربی شهر استراوشن نتیجه نداد. معلوم نیست که آیا در این قضیه کسی جوابگر شده است یا نه. در هر صورت پیوندان دوستمراد همراقل عزم نداشتند که به ضد نمایندگان کمیسریت شکایت کنند. آنها میگویند حالا تمام دقت خود را به طبابت پسرشان روانه کردند. به صف ارتش فرستادن جوانان بیمار که گاه با مرگ آنها نیز انجامیده است در تاجیکستان حرفی نو نیست. حامیان حقوق سربازان در این کار نظامیان را تنقید میکنند که برای اجرای نقشه وضع سلامت جوانان را به نظر نمیگیرند. نمایندگان حکومت یک دفعه و آن هم در سال 2016 از مقامات تندرستی انتقاد کرده بودند که گویا آنها در جریان جلب جوانان به ارتش به چند نفری مریض اجازه خدمت دادند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.